میدونی یکی از دردناکترین لحظه ها برای خیلی از مردا چیه؟ اون لحظه‌ای که هنوز خودت گرم نشدی ولی همه چیز تموم میشه. نه وقت داری لذت ببری، نه حتی بتونی اون حس قشنگ کنترل و اعتماد به نفس رو تجربه کنی. بعدش هم شروع میکنی به سرزنش خودت، یا بدتر از اون مقایسه خودت با بقیه. اما بذار یه چیز مهم بهت بگم. زود انزالی نشونه ضعف نیست. نشونه اینه که بدنت یه چیزی رو داره بهت میگه. یه چیزی که توی تعادل فیزیکی و ذهنیتت به هم ریخته و فقط با چند قدم ساده میتونی کنترلش کنی. خیلی‌ها فکر میکنن باید برن سراغ قرص و دارو، ولی من قراره توی این ویدیو راههایی رو بهت بگم که کاملا طبیعیه، بدون عوارضن و بدن خودش باهاش قوی تر کار میکنه. پس اگه دلت میخواد کنترل بدنت رو دوباره پس بگیری و اون حس مردانگی واقعی رو برگردونی، تا آخر این ویدیو با من بمون. اول بذار یه چیزی رو روشن کن. زود انزالی یک بیماری نیست. یعنی بدنت خراب نشده، فقط یه جاش تنظیمش به هم خورده. اتفاقا خبر خوب اینه که با تمرین و تغییر سبک زندگی میتونی کنترلش کنی. حالا بذار از دید بدن نگاه کنیم. توی رابطه مغز مثل مدیرعامل عمل میکنه و آلت هم مثل کارمند اجرا کننده است. وقتی استرس، اضطراب یا عجله ذهنی داری، مدیرعامل پیام اشتباه میفرسته. یه جورایی فکر میکنه همه چی تمومه، در حالی که هنوز وقتش نیست. از یه طرف اگه عضلات کف لگنت ضعیف باشه، نمیتونن جلوی اون سیگنال نهایی رو بگیرن. از طرف دیگه کمبود خواب، تغذیه بد و نداشتن انرژی جسمی باعث میشه کنترل زود از دست بره. خلاصه بخوام بگم، زود انزالی به جای اینکه یک مشکل جسمی باشه، یه مسیج ترکیبی از ذهن و بدنه و اگه هر دوتاش رو با هم تراز کنی، کلا ماجرا عوض میشه. خب حالا میریم سراغ قسمت جذابش، راهکارهایی که واقعا نتیجه میدن، بدون دارو، بدون استرس و کاملا طبیعی. من این چند تاش رو از ترکیب تحقیقات معتبر و تجربه آدم‌های واقعی به دست آوردم. با اینکه ساده‌اند، وقتی درست انجامشون بدی یه تغییر اساسی میسازن. راهکار اول تمرین تنفس و کنترل ذهنی. اول از همه چیز از مغز شروع میشه. اگه مغز توی اون لحظه بترسه یا عجله کنه، بدن هم زود واکنش نشون میده. پس باید یاد بگیری ذهنت رو موقع رابطه آروم کنی. یه تمرین ساده. قبل از شروع رابطه یا وقتایی که حس میکنی نزدیک شدی، چند تا نفس عمیق از بینی بکش. چند ثانیه نگه دار و آروم بده بیرون. به این صورت. این کار باعث میشه ضربان قلبت پایین بیاد، انقباض عضلات کمتر بشه و اون لحظه حساس عقب بیفته. راهکار دوم، تقویت عضلات کف لگن، همون تمارین کگل. عضلات کف لگن مثل ترمزهای ماشین میمونن. هرچی قوی تر باشن، کنترلت بیشتره. برای تمرینش همون عضله‌ای که وقت ادرار میخوای جریان رو قطع کنی، روزی 2-3 بار، هر بار 10 ثانیه منقبض نگهش دار و بعد رها کن. حتی اگه هفته 3-4 روز این تمرین رو انجام بدی، بعد از یه مدت مغزت با بدنت هماهنگ میشه و اون تفاوت رو حس میکنی. باور کن این یکی از مؤثرترین راهکارها تو کل دنیاست، بدون هیچ هزینه‌ای. راهکار سوم، تنظیم تغذیه و سبک زندگیتونه. اگر فکر کنید بدنتون مثل یه ماشین با سوخت خاص هست، پس اگر یه وقت سوخت اشتباه بدین، طبیعیه که زود داغ کنه یا زود از نفس بیفته. غذاهایی مثل موز، گردو، تخم مرغ، عسل طبیعی، زنجبیل و زعفران جریان خون رو افزایش میدن و سطح انرژی رو تنظیم میکنن. در عوض فست فود، قند زیاد، الکل و سیگار دشمن کنترلن، چون باعث میشن رگ‌ها سفت نشن، مغز تنبل شه و سیستم عصبی حساس‌تر واکنش نشون بده. یه نکته کوچیک اما طلایی، 6 تا 8 ساعت خواب با کیفیت در روز خودش یه مکمل طبیعی برای کنترل عمل کرده. راهکار چهارم، کنترل ذهن و حذف اضطراب مقایسه‌ای. بذارید رک بهتون بگم، خیلی از زود انزالی ها تقصیر فیلم های غیر واقعی و مقایسه های اشتباهه. وقتی ذهنت
پر از تصاویر غیر واقعی میشه، مغزت بهش عادت میکنه که سرعت بالا رو نرمال بدونه. پس اولین قدم برای کنترل واقعی اینه که ارتباط ذهنیت با اون تصاویر قطع بشه و تمرکزت برگرده به اون احساسات واقعی، نه روی نمایش. اگه ذهنت درست تربیت بشه، رابطه‌ات هم طبیعتاً متعادل‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. ببین، هیچ کدوم از این راهکارهایی که گفتم معجزه‌ای نیستن، ولی همشون در کنار هم نتیجه‌ای میدن که شگفت زده میشی. کنترل، آرامش، اعتماد به نفس، چون بدن و مغز یاد میگیرن با هم کار کنن، نه بر علیه هم. اگه حس میکنی این ویدیو برات مفید بود، یه لایک بزن که بدونم ادامه این مسیر ارزش داره. توی کامنت ها برام بنویس کدوم یکی از این راهکارها بیشتر به کارت میاد و کمکت کرده، یا دوست داری توی ویدیوهای بعدی در مورد چه موضوعات دیگه‌ای صحبت کنیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان اون دکمه قرمز رو بزن و زنگوله رو هم فعال کن، چون تو ویدیوهای بعدی میخوام عمیق‌تر بریم سراغ تمرین‌های عملی و تغذیه تخصصی تر در مورد کنترل بهتر. ممنون که همراه هم بودی و با دلت گوش دادی.